جنبش مصاف تقدیم می‌کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب ما با توجه به این که هر چی حساب کردیم دیدیم اصلا نمیشه برسیم بحث رو جمع بکنیم دیگه، بدون مقدمات و خیلی سریع بحث رو شروع میکنیم. ما دیشب در مورد این صحبت کردیم که شیطان به هر حال اومد بر خلاف اون حرکت خلقت بیسته، اذیت خودشو برسونه، اما در پازل خدا تعریف شد و وسیله شیطان و تمام ملعون بودنش و ما هیچ علاقه و حبی هم به این ملعون نداریم تأکید میکنیم و لعنتش هم میکنیم، لعنت الله علیه. اما با این وجود میگیم حتی در پازل یک شیعه اثناعشری شیطان هم میتونه وسیله رشد ما باشه. یک شیعه ویژگیش اینه که هیچ چی شیعه رو نمیتونه تو بنبست بذاره، هیچ. 14 سال بندازنت توی زندان انفرادی، برنامه داری برای اون 14 سالی که تو زندانی، چون امامت داشت. تبعیدت بکنن یه جای دیگه میتونی کار بکنی، چون امامتو تبعید کردن. حبس در منزلش بکنن مثل امام حسن عسکری تو پادگان نظامی بود، یعنی خونه حضرت توی منطقه نظامی بود، میتونی کار بکنی. آقا 30,000 نفر حمله کنن به 70 نفر، میتونی کشته بشی، اما انقدر قشنگ این سناریو تو بچینی که تو پیروز ماجرا باشی. خب شیطان، ان کید شیطان کان ضعیفا، راه شناس هست و شیطان هم صراط مستقیم میشناسه. مثلا راهو باید بشناسی که بی راه معرفی کنی. منتها اگه برای کسی که بتونه وصل بشه و گفتم این بند و بیلایی که ازش آویزونه باز بکنه که اون نتونه بکشدش، دیگه هیچ غلطی نمیتونه بکنه. نهایت کاری که دیگه میکنه چیه؟ مثلا دیگه شما رو بین دو تا خیر مخیر میکنه. این 100 تا ثواب داره، این 50 تا ثواب، میفرسته سمت 50 تایی که کمتر ثواب جمع بکنی. و بیشترین جایی که شیطان حضور پیدا میکنه جایی است که داره برای آقا صاحب الزمان کار میشه و صحبت میشه و یک اتفاق داره میفته. به چند جهت. اول اینکه گردن این ملعون قرار زده شه، نگران. دوم اینکه با ثوابترین و پر ثوابترین کارهاست. دوم همین، حداقل به این دو دلیل بیشتر از همه جا فورس میذاره، انرژی میذاره تا بتونه ماجرا رو تغییر بده. در مورد این صحبت کردیم که ما روش‌های حمله این رو میان بررسی میکنیم که بتونیم خوب دیوار دفاعی بچینیم. زمینی حمله میکنه، هوایی نباید دفاع کنی. هوایی حمله میشه کرد، اون چیز دیگه است. دفاعی زمینی باید دفاع کنی. در مقابل ناو باید اژدر بزنی، زیر دریایی بزنی. ما تا حملهشو نشناسیم نمیتونیم. بعضیا که کلا حمله شیطان رو قبول ندارن. میدونی چرا؟ چون از یک استراتژی خیلی جالب این ملعون استفاده کرده. چون خودش به ما چیزی نمیگه، از درون ما با ما صحبت میکنه، به نفس ما پیشنهادات میده. ما فکر میکنیم این ایده‌ای که شیطان به ما داده ایده کیه؟ خودمونه. فلذا جلو شیطان وای نمیسته. میدونی چرا؟ چون فکر میکنیم جلو خودمون وایسیده. ویروس ایدز خیلی الان نتونستن، درمانی هم نداره. برای چی؟ برای اینکه میره رو گلوبولای سفید میشینه. گلوبول سفید خودش تو بدن همون کسی که باید به بقیه گیر بده، سرباز بدنه، کسی نی به اون گیر بده. بهترین جایی که میشه رفع یه بدن رو پا انداخت، یک مجموعه رو پا انداخت، بری تو پادگانای نظامی، تو پلیساشون نفوذ کنی. شیطان میاد از درون خودمون با اون صحبت میکنه. اول پس ما در مرحله اول باید بفهمیم، بگیم این حمله شیطونه. تشخیص داده شد، آژیر رو بزنیم. آژیر رو بزنی بگه حمله شیطان. چرا؟ چون خودتو میشناسی. میگی این فکر من نیست. خیلی از بچه‌های مذهبی و هیئتی و خودی میان به من میگن آقا بعضی موقع هیچ حسی در ما میاد، یه شیطان لعنت الله علیه خوب تشخیص میدن، میگن هم شیطونا. بس واسه مثلا به اهل بیت خدا نکره توهین کنیم. پیش میاد، آره تو ذهنشون پیش میاد این وسواس فکری شیطان میخواد بهشون بده. اصلا برعکس از این باید نتیجه گرفت. خب الحمدلله اهل بیتی بودن من داره به این فشار وارد میکنه. بعضیا سنگر خالی میکنن دیگه نمیرن روزه. میریم روزه و هی رو ذهنمون راه میره، ما دیگه نه بازی خوردی دیگه. فهمیدم کار شیطونا ها.
شیطان کارش اینه، شیطان وسواس فکری اصلا باید بگه به تو چه. من خدمت یکی از این اساتید اخلاق رسیده بودیم، صحبت همین مطلب شد و گفتم آره بعضی اینجوری. گفت به خود منم چند مرتبه رجوع کردن. گفت اومدن گفتن و چیزی هم هست که آدم جایی نمیتونه بره بگه. خب به نشانه بد بودن. گفتم برعکس بدون اون امامی که این دست گذاشته روش، برعکس تو رابطت بر رسیدن به خدا به این گره بخوری بهتر میرسی. زودتر دست بذار. خدا میدونه که هر بار تو اون حس فکر به ذهنت میاد ناراحت میشی، بگو خدا میدونه که من خدا شاهده که من تایید شیطون داره یه حرفی انگاره میشنوه. خب شیطون می تو این زمینه ها ورود پیدا میکنه. آقا شما طرف داره اینا که میگم اتفاق افتاده، فکر نکنید چیزی دارم همینجوری تخیلی میگم. طرف داشته یه فیلم مستهجن نگاه میکرده، توی سایت مستهجن میچرخیده، خب بعد یهویی به خودش اومده دیده زیر لب داره نوحه زمزمه میکنه بدون که متوجه بشه. این خیلی نکته عجیبیه. این کار شیطونه. ببین چرا؟ این نوحه رو که با خودش زمزمه میکنه این تصاویر رو میبینه، فردا میاد تو روزه چی میشه؟ تصاویر میاد جلو چشش. این اتفاقی که برای مراقب باشه. یعنی این همه ترانه و کوفت و زهرمار، اصلا آهنگای مجاز تلویزیون، اونا رو نمیاد زیر لب این زمزمه کنه یادآوری کنه بهش. یه مداحی رو میاد یادآوری میکنه که به تو ذهنش. اینا نکته سا. ببینید اصلا من خودم میذارم جا شیطون. یه جایی که شما میخواید دشمنتو بزنی زمین، بعد خودت بذار جا اون. میگه الان من جا اون بودم چجوری حمله میکردم. شما شطرنج بازی میکنید با خودتون بازی میکنید، با اون یارو بازی نمیکنید که. شما که نقشهشو لو نمیده که. تو خودتو میذاری جا اون. میگفتی اگه من 5 تا سرباز داشته باشم، 2 تا فیلم مونده باشه و یه رخ و مثلا یه وزیر دارم، الان جاشونم اینجاست تو صفحه، چجوری حمله میکردم. خودتو میذاری جای اون با مهره‌های اون، بعد خودت میشی دشمن. خیلی جالبه. توی این زمینم شیطون رو باید اینجوری دید. من میگم جا شیطون باشم، این هیئت میخوام موتورشو بیارم پایین، چیکار میکنم؟ هی بیام بگم یزید خوب بود. مضحکه، لعنت الله علیه. مضحکه، نشدنیه. اینا رو بخوام بزنم زمین، چجوری میام زمین؟ میزنم زمین از خود حب امام حسین میام. امام حسین عشق، بر منکرش هم لعنت. میکشدتون میاردتون اینجا. یه جوری واسه ابو عبدالله میذارید تو سر کلهتون، عزیز از دست بدید، اینجوری نمیزنید. خب هر چیزی که کنار این عشق تکرار بشه اونم ارزشمند میشه. برای همین میگن چای روزه اصلا یه چیز دیگه است. چای روزه همون چای، باور کن، همون آب، همون چیزه. درسته برای امام حسین بودن اثر وضعیشو داره، اما چون با امام حسین حال میکنی، اصلا امام حسین اصلا غم نمیاره. اشتباه نکنید، شادی میاره. بعد هیئت دیدی به دنبال یه بهانه بخندی، اصلا شاد میشی بعد هیئت. هی میخندن، دست خودشون نیست، چون نشاط پیدا کردی. تنها گریه‌ای که توی دنیا من دیدم نشاط میاره با خودش، گریه بر سید الشهدا عجیب غریب، اصلا بر اهل بیت علل خصوص سید الشهدا شادی میاره. قلب آرام میشه، به آرامش آدم میرسه، شاد میشه. هر چیزی این شرطی شدنه، هر چیزی الان کنار این بیاد دوست داشتنی میشه. میگه قیمه امام حسین، اصلا قیمه ابوعبدالله یه چیز دیگه است. حالا ادامه این مش خودم میذارم جا شیطون. میام چیکار میکنم؟ میگم آقا همش یه 200-300 میلیون از اینا داره این مهدی که میخواد ظهور کنه. این 200-300 میلیون یه مقدارش هم که تو دیوارن، شیعه فرمیان، پر کنن میزنن. یه همینان که پاش وای میستن اگه بیاد. اینا بر امام حسین اینجوری اشک میریزن، اگه آقا بیاد چیکار میکنن؟ اینا ولی فقیه گفته برید تیکه پاره بشید، رفتن تیکه پاره شدن. ولی معصوم بگه چه کار میکنن؟ اینا نباید زیاد عمر کنن. چیکار؟ میگه قلیون بعد روزه هم میچسبه. فهمیدی چی شد؟ چه بازی خوردی؟ در این که قلیون ضررش از سیگارم بیشتره کسی شک نداره. برید دکترا بپرسید. سخنرانیش هم من کردم، گفتم همین 40 دقیقه‌شو جدا کن بذار تو اینترنت. یک 60 دقیقه قلیان کامل معادل 200 نخ سیگاره، 10 بسته سیگار، و بسیار ضرر میشه. میگه نه قلیون میدونی چون روزه باحاله، نشاط داره، هر چی که کنارش بیاد چی میشه؟ باحال میشه. من نگرانم که نکنه یه گناهایی هم بیاد کنارشو که بعدم بگن اینم اونجوری میچسبه. شدنی ها. شیطون بخواد بزنه زمین واسه من و تو نمیگه بگه یزید خوب است، نقطه سر خط، برو گم شو. از اینجاش میاد. شیطون شناس باشید. دشمن حمله میکنه، گفتیم اون دشمنی به ما میتونه ضربه بزنه که لباس یونیفرم سرباز خودی رو تنش بکنه، نمیدونی کیو بزنی. این اسرائیلا میگفتن ما تو جنگ 33 روزه بابامون در اومده بود. میدونی چرا؟
نمیفهمیدیم یکی از خودمون داشت به ما تیر میزد. این بچهای حزب الله لباس اسرائیلی‌ها رو تنشون میکردن، تو این لای درخت مرختا تو این تونلا قایم میشدن، اینا که میومدن یه خمپاره مینداختن، اینا که میخوابیدن یکی از همین حزب الله‌ها میپرید وسط اینا میخوابید. اینا بلند میشد، این میدونست کیو باید بزنه، اونا نمیدونستن کیو باید بزنن. گرفتی چی شد؟ چون این میدونه جز خودش هر کی اونجاست دشمن بزن بکش، اما اون نمیدونه شر رفیقشه. اونم که دیده بودید تا دندان مسلح، یک چششون فقط انقدر بیرونه. او حزب الله اینا رو میزد، اینا میگفتن اشباح به ما تیر میزنن. یکی از تو خودشون داشت تیر میزد بهشون. روش علیه دشمن فعالیت کردن همینه، جز این نیست. می اومدن خدمت امام باقر میگفت آقا من تو دستگاه خلفای عباسیام، حضرت میگفت بمون ما آدم باید اونجا داشته باشیم. خیلی از این کسایی که شیعه میشن با من صحبت میکنم، میگم اعلام نکن. با من عجیب جلوشونو میگیرم، میگم اعلام نکنید. شاید 95% اینا اعلام نکردن تا الان. برای چی؟ برای اینکه یک حساسیت به وجود میاره، 2 اذیت میشه، 3 وحدت و اینجور چیزا به هم میخوره، 4 خیلی خبرها هست انقدر راحت مثلا بالاخره میرسه به آدم که من تو از خونه برخی از این تکفیری‌ها خبرایی دارم که خودشون ندارن. یه توضیح بیشتر نمیشه داد. خب پس بدونیم دشمن اینجوری میاد. چقدر میتونی اون آژیرت قوی باشه بگی آقا حمله صورت گرفت، این فکر مال من نبود، جمعش کنید بریم. نکته اینو پس بستیمش این مطلبو. نکته دیگه که دیروز گفتم یه خورده ناتمام بود، یکی از استراتژی ها و روش یکی از تاکتیک ها که برای مقابله با شیطان و گناه خراب کردن پل‌های پشت سر بود که به سمت گناه ختم میشد. گفتیم این کارو قطعا انجام بدید نتیجه میگیرید. من میدونم این باشه تو لپتاپم گناه میکنم، فیلتر شکن رو پاکش میکنم. میدونم باشه این کلیپ میرم سراغش، میدونم این فیلم سینمایی به خاطر این سکانسی که داره میرم سراغش، همین یه سکانسش هم میرم نگاه میکنم. شیفت دیلیت هم نه، بره تو آشغالی، یه وقتی باز گولت زد گو برم اونجا برش گردون. شیفت دیلیت یاد بگیر، شیفت دیلیت بمب اتم بذارید پشت سر، خراب کنید بگو گور پدرت. میخوایم بری سمتش میگی دیگه نیست که برم، خدافظ، نیست، برو پی کارت. یکی از البته این روشی که خیلی ساده و ابتداییه، برعکس به مرحله میرسی که او دم دستت هم هست میگی نگات نمیکنم. او شیعه‌ای که تو فرانسه شیعه میشه، تو آمریکا شیعه میشه، مسیحیه، او میاد تو خیابون کیو میبینه؟ تلویزیونشون روشن میکنه، دانلود بپخش میکنه، همون چیزایی پخش میکنه که تو میگی ماهواره. خب چجوری خوشو نگه داشته؟ فیلتر این توه، هر جوری میاد سراغش نمیتونه. برای اونو برنامه دیگه گفتم روش میکنه. مورد دیگه پس این یکی از تاکتیکایی که معرفی کردیم این بود که جلوی شیطان چی؟ پولای پشت سر خودمون که مربوط به گناه میشه. آقا من میدونم با این خانم تنها قرار بگیرم گناه میفته، میدونم جواب این اس ام اسشو بدم او باز اس ام اس میده، باز من اس ام اس میدم جواب اس ام اسو نمیدم، بعد میبینی اس ام اس دوم اون اینه باشه عیبی نداره تو دل منو شکستی فلان، بعد باز شیطان میاد میگه نه اس ام اس بهش بدین الان دلش شکسته گناه داره، دل نفر شکستی، میگه به تو هیچ ربطی نداره، بازم جوابشو نمیدم. نه بازی نخوری یا گفتم بری توی اصلا مدل میاد اصلا عین مال خودت. یکی از روش‌های گول زدن حمله تزیینه. الان میگم اینا رو، من امشب باید حتما شده اینا رو تمرین کنیم، اما بحثم مفصله که کاملا نگیم حیفم میاد، مطلب حل نمیشه. یکی دیگه هم گفتم شیطان القا امنیه میکنه. امنیه گفتیم اون آرزوهای 4-5 تا آرزوی اصلی که اون آرزوی اصلی تر زندگی ما یعنی سؤال ما ختم میشه. خب باید امنیه چنان در راستای سؤال باشه که تو امنیت عین سؤال باشه، هیچ فرقی نکنه. یعنی عین من کسی میخواد بگه من میخوام آقا به امام زمانم برسم، به معرفت امام زمانم برسم، این سؤال زندگی من ما ولم یعرف امام زمانه ماتمیتتن جاهلیه. حالا برای اینکه به معرفت امام زمانم برسم میخوام برم درس حوزه بخونم، میخوام یک دور کامل درس تفسیر قرآن بخونم، میخوام برم مهدویت شناسی بخونم. این نگاه کن اون قرآنی که داره میخونه میشه عین همون. حالا دانلود بخوندی به امام زمان چی میگی؟ امنیت شائق یتمنی، امنیه شوق میاره، میگه تو اون امنیه منی که شوق میکشی که اصلا من به شوق تو میام دیگه نمیتونم اصلا.
میام ببین امنیت چی گذاشتی. حضرت موسی گفت خدای باش میرم من کار فرهنگی کنم، منتظر ابزار لازم دارم بده دیگه، ما نداشته باشیم نمیشه خودش. بعد گفت چی میخوای؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. اینا رو بده بالاخره میخوام. پارتی بازی ما توی اسلام نداریم اما شایسته سالاری داریم، چون خود حضرت موسی میگه دعاشمون هارون کارش درسته اینو بذار وزیرم. پیشنهادش داد، اونم خدا باز باید انتخابش کنه. گفت وجعل، جانشین پیامبر رو پس کی انتخاب کرده؟ خدا. نکته داره ها، جانشین پیامبر خودش نمیتونه انتخاب کنه، فقط خدا میتونه انتخاب کنه. گفت وجعل، تو باید قرار بدی. گفت باشه خوبه، باره ما هم قبولش داریم. اهلم هست، من اهلی، این ور میشه من اهل بیتی. قرآن همینا رو گفته، کورن نمیبینن خدا شاهده. حالا نکته اینجا نگاه کن، همه اینا رو که خواست خدا گفت قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، همچین چیزی. گفت موسی سؤل تو بهت دادیم، خواسته تو بهت دادیم. سؤل یه چیزه اما او چند تا چیز خواست. یعنی چی؟ یعنی خدا گفت من میدونم تو همه اینا رو برای یه چی میخوای. سؤلت چیه؟ شیطان یکی از کارهایی که میکنه القاء امنیه است. امنیت چیه؟ اونو عوض میکنه. یک شوقی در تو به وجود میاره نسبت به یک چیز باطل. وقتی با خودت میگی که چی دو تا چهار تا میکنی، کلاتو قاضی میکنی، میبینی ای داد بیداد کلاه سرت رفته، این چیز اصلا به درد شما به خدا نمیخوره. اصلا میگه برو درس بخون، میگه درس خوندن باطل بوده، به درد تو نمیخوره. نمیگم درس خوندن باطله، برای یک فرد خاص گفته آقا برو کار کن، نه برایش اونجا این تو این کار رفتن باطل بوده. یک شوق عجیب بیخود براش به وجود آورده، شوق خارج رفتن بیخود، میره بدبخت میشه. خیلی اینا که خارج میرن مثل حکایت پینوکیوان. پینوکیو رو دیده بودید کارتونشو؟ یه قسمتی داشت خیلی قشنگ بود. یه شهری بود، شهر بازی بود، خیلی ردیف بود. میرفتن جا اشغال، مثل خارج براشون اینجوریه دیگه بعضیا. بعد رفتن یه چند وقتی اشغالشون کردن و چرخ و فلک و تاب و کاترپیلار و نه این چیزا و رنجر و بالاخره چرخیدن و بعد چند وقت آروم آروم چی شد؟ گوش در آوردن و سم در آوردن. بعد مثل خرم ازشون کار کشیدن. درسته؟ اروپا هم شده همین. اینجا نشسته می‌کنین شهر بازی چیزه. منتها اونجا کسی که مثل خر کار نکنه یه قرون هم بهش نمیدن، با لغت پرتش می‌کنن بیرون. چند وجه پوله. یه آدم تنبل، کسل، فشل، اینجا دو دره باز می‌خواد در بره. میره اونجا میره نه بابا پدر ایران و اینجا باید عین 8 ساعت رو کار کنی، بعدش هم یه شغل دیگه هم داشته باشی که بیای فلان. برای اینا پینوکیوان. یه شوقی درش به وجود آورده، میره اونجا خرکاری هم تازه میکنه. دختر خانمی که اینجا میشناسم حاضر نبود نمکدون رو سفره مادرش این ور اون ور بکنه، الان داره توی یکی از این کشورهای اروپایی توی رستوران کار میکنه. میاد جلوی اینایی که عرق خوردن میزشون رو تمیز میکنه، تیکم بهش میندازن. شوقی در او به وجود میاره که باطله. مبادا شوقی برای رسیدن به اون امنیه ابلیس در تو به وجود بیاره، به هر پیشنهادی بهت داد. بعضی موقع تو داری کار برای امام زمان میکنی، یهو یه القا امنیه میکنه، آقا بیا این بازی رو برو بساز برای امام زمان. این سخنرانی فایده نداره، برو این بازی. خوب میری تهش میگه عجب این بازیه، یه چاله‌ایه، بری توش بیفتی دیگه بیرون ببین نمیتونی بیای. یعنی بخواد بزندت زمین، امنیه‌ای در تو به وجود میاره که بابا بازی برای اون زمان ساختن بده، یه بازی کامپیوتری مثلا با موضوع مهدویت، نه کی میگه بده، اما یه چاله میشه، باطلاقی میشه، تو رو میندازه توش، میبینی اشتباه کردی. خیلی بعد همه چی اینجا باید چیکار کرد؟ باید استشاره کرد، مشورت کنید، برید آقا طرف بازی ساخته، برو پیشش بگو آقا یه بازی چقدر وقت میبره، چه جوریه فلان. اصلا یه وقتی به نظر ایده تو دادی یه جا دیگه بازی رو ساخت. بازی نخوریدا، اصلا و ابدا بازی نخورید که این ملعون خیلی خبره است. مثل من و شماها زیاد زمین زده، خیلی. مورد بعدی، حتی این القاء امنیه رو ابلیس ببینید در مورد پیامبران هم انجام میده. آیش در مورد پیامبران تو قرآن، به اونها هم القاء امنیه میکنه، یک شوق باطل در یک چیز خوب به وجود میاره که نسبت به اون هدف اصلی بگید سستره، بازی نخوریدا. قشنگ ببین فردا باید هر پیشنهادی بهت میشه تو ذهنت بسنجی، با عقل و شرع تطابقش بدی، بعد انجام بدی.
بعدش هم باز بهترین رو انتخاب کنی. اگه 2 تا چیز موازی شد، دیدی 1000 تا هندونه میخواد با یه دست برداره، نمیشه. مورد حمله دیگه ابلیس قرآن میگه راهزنی و محاصره کامله. یک نوع از حمله هاش اینه که راهزنی و محاصره کامل میکنه. خود ملعونش میگه لأقعدن لهم صراطک المستقیم. میگه خدا چنان بر سر راه صراط مستقیم میشینم، صراط مستقیم همون مسیر رسیدن به خدا، میشینم لأقعدن، 3 تا قسم داره، لامش تاکید، الفش تاکید، نون مشققش تاکید، 3 تا قسم حضرت عباس میخوره شیطون که چنان من بشینم سر این صراط مستقیم، یعنی من صراط مستقیم شناسم، یکی اینجا رد نشه. بعد میگه از 4 جهتم به او حمله میکنم، محاصره کامل. قرآن هر 4 جهت رو میگه اول از جلو به او حمله میکنم، میگه از جلو حمله میکنم، خودش شاید تقدم تأخرش اشتباه بگم، حالا آیش هست دیگه، از جلو، از پشت سر، از دست راست، از دست چپ، محاصره کامله. خیلی نکته مهمی در اینه، از جلو حمله میکنم یعنی آینده رو براش میزنم، آینده حقیقی رو میزنم، القا امنیه میکنم، آینده باطلی براش درست میکنم بره تو دیوار. یک عمری بذاره بعد 50 سال بفهمه عمرش به باطالت گذشته، اصلا اشتباه کرده بوده، بعد فرصت بازگشتم نداره، آی قهقهه سرمستانه میزنه این ملعون. بعد آقا کی اون دنیا رو دیده، آینده رو دیده چجوری میزنه؟ بعد میاد پشت سر رو میزنه، مبدأ رو میزنه. آقا کی میگه چجوری خلقت کجا بود این حرفا چی مبدأ و معاد و پشت سر و جلو رو میزنه. بعد قرآن خیلی زیبا میگه، الله نمیگه از سمت راست حمله میکنه، میگه از سمت راستی ها حمله میکنه، نمیگه یمین میگه ایمان، نمیگه شمال میگه شمائل، از سمت چپی ها حمله میکنه. سمت راستی ها رو مفسرین میگن اعمال دست راستیه، سمت چپی هم اعمال سمت چپی. اول دست چپی یعنی اعمال بد، از سمت چپی حمله کردن که واضحه، یعنی چی؟ گناه میندازمش، برو عرق بخور، برو زنا کن، برو دروغ بگو، حق مردم بخور و نماز نخونه. اینو سمت راستی است درده. می‌بینی چیکار میکنه؟ یه صدقه داده که چقدر این صدقه دادن خوبه، عمر رو زیاد میکنه. صدقه هم میدید به سلامتی خوب، من شما هیچ جای دنیا بر نمیخوره، اتفاقی بیفته خب به درکم واصل بشیم هیچی نمیشه. صدقه بدید برای امام زمان بدید، خب زیارت میرید بکنید برای خودتون، نمیخواد زیارت کنید، حالا وقت گری یه دور دیگه خاصی زیارت کنم، خودم زیارت کنم. اولین زیارت برای کیه؟ امام زمان، به نفعتونم هست، چون فرشتهایی که این رو زیارت رو میگیرن میبرن بالا جیگر نمیکنن زیارتی که به نیابت از امام زمان شده رو نبرن بالا. 2 این اهل بیت بدهکار کسی نمیمونن. آقا هم یه جا برای شما زیارت میره، باز ببینم او زیارت کسی جیگر میکنه بهش چپ نگاه کنه، به این بنداز کاراتو تو صراط مستقیم با اون معجزه نیت امام زمانیش کن. از سمت راستی ها خب صدقه خیلی خوبه، صدقه زیاد بدید. بعد از سمت راستی ها که بهت حمله میکنه یه صدقه میدی، ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن ول، با یه منت گذاشتن خرابش میکنه. یه خورده میره رو مخ طرف، میگه آخه بدبخت یادت رفته بشکنه این دست که نمک نداشت، من نبودم به بیچارگی افتاده بودی در خونه مردم ویلون و سیلون میچرخیدی برای 1 قرون پول، بابات بهت پول نداد بیچاره، من بهت دادم، تموم شد. تموم. چنان جفلقت زد زیر کاسه کوزت ها. حالا باید بودی بتونی درستش کنی. نه تنها اونو صاف کردی هیچی، یه دلم شکوندی تازه. میگه از 4 جهت میزنم، محاصره من محاصره کامله. اول معادو میزنم بره که اون دنیا برگشته زنده، بعد مبدأو میزنم، آقا ما میمون بودیم و نمیدونم یه حرفا که میزنن، خب میگه میمون بوده و گوریل بوده، میگه باباش گوریل بوده یارو، چه میدونم. خب بعد میگه از دست راستی ها دست چپی ها میزنم. دست چپی ها گفتیم معلومه به مال گناه. میگه این محاصره کامل، خرماله. خب من و شما با مبدأ و معاد کاری نداریم، حله انشالله، با شمایل هم نمیتونه بیاد سراغمون انشالله، بعد بریم به این سمت. اما این سمت میمونه، غرور میگیره طرفو، خراب میکنه، یه غرور خراب میکنه. اینجا هم اخلاص راهکار. هر چی دیدی که نفست میخواد بگو گور پدر توی نفس، به همین صراحتی که من گفت برو پی کارت، برای تو من کار نمیکنم، من به تو باج بده نیستم. وعده های فریبنده و خیالی که از غرور میگه، ببین و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. ببین
همون وعده داده القا امنی کردن یه بحثه، این وعده دادن یا نه این نی. یه وعده های خیلی اساسی نیستش آقا درس بخون بارا خارج کل عمر شده این. نه، وعده های روزانه بهت میده، هفته‌ای میده، امنیه نی پایین‌تره، وعده بهت میده، قشنگ بهت ایده میده، حالا اون امر میکنه یه بحث دیگه است. وعده هم بهت میده، میگه اگه اینجوری کنی اینجوری میشه ها. خدا مثلا میگه این گناه رو بکن، تو نمیخوای این گناه رو انجام بدی، یه وعده باید داشته باشه که بری سمت گناه. میگه ببین اگه این پول رو برداری ببین الان پسش میده، ببین نره بعدن یه وعده ایه برای آینده پسش میدی، اما ببین این مشکلت حله و بعدن اینجوری میشه و برش میگرده، بعد اونم کلا ماسمال میشه میره. وعده های روزانه، ثانیه‌ای، دقیقه‌ای، ساعتی بازی نخور. طرف میگم واسه منم خواستگاری، بعد اینو به خودم اومد گفت، میگفتش که خب من اصلا به نامحرم نگاه نمی‌کردم. بعد چند جا خواستگاری هم رفته بودم و رو قیافه های اینا ارور شده بودن، چند تا کیس بود معرفی شده بودن و گیر کردم. میگفت تو خیابون دختر میدیدم، خب میگفت یه چیزی تو وجودم میگفت خب اینو نگاه کن ببین اون دختر از اینم قشنگتر بودا. میگه با خودم میگفتم نه من به نیت هیزی که نگاه نمیکنم، میخوام ازدواج کنم، میخوام ببینم اون بهتره از نرم عادی جامعه بالاتره ظاهرا مثلا قیافه. ببین چه کرده شیطون. اینا مدلای این پدر سوخته است. میگه شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. آقا میخوای صدقه بدی سریع یه وعده فقر بهت میده. میگه ببین تو الان 50000 تومان پول داری، میخوای 50000 تومان کمک کنی مثلا برای ساخت این حسینیه، خب از میخوای چیکار کنی؟ این فلان چیزی که می‌خواستی بخری. وعده چی بهت داد؟ خدا میگه بازی نخوری. یا اون تو نمی‌دونی چرا بابا حقمونه بریم جهنم؟ اون که میرن جهنم حقشونه. یک جا شما تو بیار تو قرآن، من که ندیدم، شاید هم من ندیدم، اما اون جهنمیه بگه در حق من داره ظلم میشه. دیدی چقدر بالتوهای جهنمی اعتراف میکنم نه خدایا بله ما خودمون کردیم، برای نمیتونه کتمان کنه. اینجوری میاد وعده خدا میگه بابا اون دو نمیگم اگه ببرن جهنم حقمونه، چون خدا گفته بود این بلا سرت میاد. شما یه نفر پیاده رفته 40 کربلا، بعد شما سال اولته، او بابا نمیتونه بیاد یا اگه میاد از گروه شما جداست، میگه ببین زیاد آب نخور یا روزا بخواب، خنکی هوا حرکت کنی بهتره ها. یه 4-5 تا چی بهت یاد میده؟ لم بهت یاد میده. بعد تو به رفیقات میگه ببین یه نفر پارسال رفته گفته کفش فلان بخر اینجوری بهتر میری و این چیزا. خب مثلا این داستانا غذا اینجوری بخور، دستشویش اینجوریه، حموم اینجوریه، از این پیشنهادایی که در اثر تجربه است. بعد شما هم رعایت میکنی، اما در این سفر الی الله ما وعدهایی که خدا، روشایی که خدا بهمون داده رعایت نمیکنیم. میگه ببین به یه مرجعی میرسی آقا اینجوریه تو مسیر راه، اینجا حتما با خودتون آذوقه بردارید تا جای بعدی فاصله زیاده. میگه اینجا همونجا غذا بیشتر بردارید. اما خدا میگه هر موقع اینجوری بهت حمله کرد بازی نخور یا وعده فقر بهت داد، میگه خدا شما را غنی میکنه از فضلش. من وعده چی میدم؟ گشایش میدم، بازی نخوری یا. دیدی تا میخوای کار خیری بکنی نه هیچی برای خودت نمیمونه. هیچ. البته این باید منطقی و معقول باشه، یعنی درست حسابی باشه. یعنی یه جوری هم نباشه که کل زندگیش رو بده زن و بچه‌اش دارین گریه میکنن. نه، باید زندگیش درست، معیشتش درست. امام رضا فرمود تقدیر معیشت باید در سرلوحه کاراتون باشه. اما نذارید شیطون. آدم هستش که آدم میشناسم مثلا ماهی 1 میلیارد درآمد داره، ماهی 1 میلیارد تومان آدم درآمد داره، 1 قرون خرجه کسی نمیکنه. تموم شد دیگه. تموم شد. 1 متر و 2 متر هم بیشتر نمیبره. چنان خرمال شده بدبخت. اینقدر دلم بالش میسوزه. بهش گفتیم آقا بیا در حرم حضرت عباس میخوام درست کنیم یه پولی بده. خب گفت ندارم. ندارم بنده خدا. تزیین و آراستن امور. زین لهم شیطان و زین لهم شیطان و اعمالهم. اینا زیاد داریم تو قرآن. 24 نمل، انعام 43، 48 انفال. شیطان بعضی از کارا رو بیخود خوشگلش میکنه، بیخود زیباش میکنه. اصلا اونطوری بگید نیست واقعا. اون کچیه رو که از خودت میپرسی میری تا ماجرا میبینی ببین یهو دیدی یه چیزی برات امنیه میکنه، بعد برای اون تزیین میکنه، دون میپاشه، زرق و برق بهش میده. زخرف القول، مزخرف یعنی یه چیزی که آب طلا داره، مایه نداره، درون مایه نداره، یه چیزی که حرف قشنگ گفته شده اما حرف قشنگی نیست، حرف خوبی نیست، جنسش بده، نماش خوبه.
میاد تزیین میکنه یه کارو که اصلا باطله ها. طرف اومد پیش ما، یه آقا پسری بود، این مثال میزنم برای اینکه بدین هست. یک دختر خانه میره می‌خواستی بره باشه ازدواج بکنه، خب که اصلا شهره آفاق بود بنده خدا، یعنی همه تو اون شهر میشناختنش. بعد میگفتم چرا؟ شیطان برای این تزیین داده بود کارو. یک جوری این صحبت میکرد در مورد این آدم که انه رو کره زمین دیگه آدم مثل اون نیست. من میگفتم واقعا شاید یکی دیگر رو داره این حرف میزنه. این دختر خانم حداقل 15 بار سابقه خودکشی داشت. 15 بار سابقه خودکشی، زندان رفته بود. من یه سری چیزا رو نمیتونم باز بکنم، مثلا در شأن جلسه نیست. دچار فحشای مشهور بود. خب بعد این جوریشه، اینم از یه خانواده خوب، یه جوری رفته رو مخش، شیطان بهش تزیین کرده بود. یک حرفایی میزد واسه شما میشنید، مبادا تزیین کنه واسه تو. طرف عاشق میشه، همه چی رو تزیین شده میبینه. پسر اخلاقش ببخشید عذر میخوام مثل هاپوه، مثل سگ میمونه تو بد اخلاقی. بعد دختری میگه چه اباحتی داره. بد دل، آدم بد دل غیرت یه چیز دیگه است. آدم بد دل خیلی بدم، میگه کافر همه را به کیش خود پندارد، چون خودش این کاره است و میکنه همه اینجوری هن. خب بعد بد دل میگه عجب غیرتی و ازدواج میکنه، تزیین از بین میره. شیطان تزیین میکنه. خیلی از این دخترها خودشون تزیین میکنه، پسرها عاشق میشه میرن سر خونه زندگی خودشون، دوباره خواب بیدار میشه چشو پف کرده میبینه اونی، میره همون برمیگرده میبینه یکی دیگه اومد بیرون، تزیین شده است. یه چیز این گوشی‌ها داره، یکی از اینجا انگوش میکشی، خب بعد بعضیش از عدد میذاری، بعضیش هم از فیس رو تشخیص میده. میگه دختره این مدل پسوردش از اینا گذاشت، رفت دستورات شست برگشت گوشی وا نمیشد. چه کرده بود با خودش؟ من خودم تزیین میکنه شیطان. باور ببین هر چی دیدی که زیاد زرق و برق میزنه سریع استاپ کن، استاپ وایستا، بگو باید اینو بررسیش، بو شیطون میاد. گرفتی چی شد؟ هر چی دیدی زرق و برق داره. اصلا حضرت امیر فرمود چی؟ به پای همین زرق و برقای دنیا باشید، مبادا دلبری کنه ازتون. حواسمون باشه. این یکی دیگه از روش‌های شیطان پدر سوخته، تزیینه. یکی از کاراش تسویلی که تو ماجرای امنیه گفتم تقریبا. اون القاء تسویل یعنی سؤال، اون بالایی رو انجام میده که ما زیاد داریم. مایه که مثلا الشیطان سول لهم، خب تو قرآن آیه داریم. تصمیم یعنی اون آرزوی اصلی زندگی رو یه چیز باطل میذاره، مثل آدمی که برای دنیا کلا داره زندگی میکنه. بلایی که سرم یهودی آورده. بسیاری از مردم دنیا تسویل شدن، نه القاء امنیه ها، بالاتر از اونه. گفتیم ما امنیه ها رو برای سؤال میخواییم، تسویل شدن. اصلا یه جاهایی که این تسویل هم خواسته نفس دیگه، نفس غریزی چیزی دوست داره، شهوت میکشه، تسویل میکنه آدم. وقتی سامری و حضرت موسی بهش رسید گفتش که فما خطبک یا سامری، گفت بصر تو به ما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها. این ماجرا. بعد میگه سولت لی نفسی، نفسم سؤلمو تغییر داد. صحبت شیطان بگید نیست، یعنی شیطان از طریق نفس وارد میشه. سولت لی نفسی خیلی جالبه. گفت تسویل من این بود. میدونی سؤال این چی بود؟ سامری سؤالش این بود جا حضرت موسی بشه. هدف اصلی از زندگی کردنش این بود. برای اون کار گوساله باید میساخت، باید هارون رو خانه نشین میکرد. گرفتی چی شد؟ تسویل. این شیطان چی کار کرده؟ گفت چرا بعد پیامبر تو نباشی بعد از موسی؟ تو میتونی. سؤالش رو تغییر داد. اینم بازی نخوری عزیزم. یکی دیگر استدلاله که خیلی سراغمون میاد. انما استزلهم الشیطان، آیه قرآن آل عمران 155. شیطان متزلزلتون میکنه. تصمیمای خوبی که میگیری میگه نه نمیتونیم، نه اصلا فسش بر نمیاد. ببین یکی هست یه وعده فریبنده، نه میتونی برو جلو، گولت میزنه. یه جام از چی کار درست میخوای انجام بدی، نه تو نمیتونی. میخوای یه گناهو ترک کنی، گناهی که بهش عادت داشتی، میگه میزنمش زمین، باریکلا برو جلو، با همین نیت برو جلو. خوردی زمین دوباره پاشو،
نترس. امیرالمومنین میگه هر چی ترسیدی برو تو شکمش، نترس برو تو شکمش. میگه نه نمیتونی تو، نه ما نمیتونیم، ما نمیتوانیم شعار شیطانه. اصلا ما میتوانیم شعار خداست. هیچ بنبستی برای مؤمن وجود نداره. کم من فئة قلیله غلبت فئة کثیره باذن الله. بعد پیامبر میگفت ما 313 نفر جلو این قریشی‌ها، این کسایی که مکه حمله کردن، چطور میتونیم بجنگیم تا دندان مسلح؟ یه 2-3 تا اسب بریم و چند تا شتر، بقیه پیاده، چوب برداشتیم و شمشیر شکسته. خب معلومه ما رو قتل عام میکنن. نمیتونیم. خدا گفت برید. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. میتونی برو، بقیه‌اش با من، بقیه‌اش با خداست. شیطان سنگ اندازی میکنه اما چی؟ نمیتونه انجام بده. من پریروز یه جلسه خیلی مهم کاری داشتم. واقعا این ملعون رفته رو مخ و بابا، براش کارهای بیخود تراشیده بود، کار بسیار مهمی که اگه انجام میشد خیلی اثرگذار بود، این وقت نمیذاشت براش. آخر من اینو خف کردم. این بابا رو جلسه رو باش گذاشتم، اونم با یه SMS نوشتم که خدا از تمام خریت‌های کره زمین 2 تاشو نصیب ما نکرد، یکی خرپولی و یکی خرشانسی. خب گفتیم نه پول داریم نه شانس. بابا تو خجالت نمیکشی؟ من یه ماه دارم بهت SMS میدم تو جواب نمیدی فلان. خجالت کشید. گفت آقا از ساعت 6:30 تا فلان بیا باغ موزه دفاع مقدس بودیم باش. من تا گوشیمو یه نگاه کردم دیدم شارژش کمه. گفتم این شیطونی که من میشناسم. اول گفتم نه بر ندارمش. گفتم نه این پدر سوخته برنامه‌ای داره که چی؟ من اینا هنوز تو جیبم شارژر سیمش نه. خب بعد گفتم ورش میام. شارژر رو برداشتیم و با موتورم گفتیم بریم برسیم. حالا چی؟ خودم مهمون دارم افطاری بعد برگردم. گفت تا افطار. گفتیم سری میرم باشه نیم ساعت صحبت میکنم. آقا تو راه موتور دندش در اومد، اینی که دنده پداله خداشه. گفتم من کوتاه. آقا رو دنده 2 در اومد. ما همینجوری میرفتیم و آقا رسیدیم اونجا گوشی رو برداشتم دیدم شارژش تموم شد. حدسم درست بود. رفتم یه دکه بود اونجا. گفتم آقا 2 دقیقه بزنم این روشن شه تلفن، وگرنه پیدا کن پرتقال فروش رو اون وسط تو باغ موزه دفاع مقدس نمایشگاه قرآن زدن، یارو بگه پیدا کن. بعد رفتم بهش گفت باشه برات میزنم، منتها من چیز ندارم، پریز ندارم، پره، این یخچالشو زده بود. این رفیقی که با ما بود موتور رو برداشت، ما موتورشون رفتیم، یه دست کرد تو کیفش یه سرایی در آورد گذاشت رو میز یارو. گفتم اینو از کجا آوردی تو؟ این نکرده بودیم. گفت بابا من اصلا این عجیب اتفاقی تو کیفم بود می‌خواستم ببرم جای استفاده کنم. اون یارو هم در به در دنبال سراحی میگشت. آوردادم برای مغازش دوربین بذارم برق نمیتونست بگیره. خب آره اصلا ما رو خدا رسون که به او بدیم انگار. بعد حالا اینجاشو میخوام بگم و سریع بگذریم. گفت آقا اینو به ما بفروش. سراحی زد و کار ما هم حل شد و ما اینو دادیم بهش. بعد حالا نکتهش چیه؟ ببین شیطان سنگ اندازی خودشو میکنه اما خدا کارو درست میکنه. متزلزل نشو، نگو نمیتونیم ولش کن دیگه افطار، یه ما دیگه باش جلسه میذارم. برگرد برو، خدا درست میکنه. بهترین دنده‌ای که اگه بخوای موتور دندش عوض کنی کدوم دنده است؟ 2. درسته؟ رو همون 2 افتاد. من پیش بینی کرده بودم شارژر ببرم اما دیگه سراحی تو کیفه ای بابا رو که این دیگه کار خداست. این اون کمک الهیه. بهش هم گفتم، به این رفیقم گفتم دیدی؟ این کمک خداست. یعنی شما متزلزل نشید، برید جلو. ما اگه تو جنگ می‌خواستیم متزلزل بشیم تموم بود. تو با کل دنیا میگفت عیبی نداره. خدا گفته چی؟ میشه. امام میگفت با اون لهجه خودش میشد ما میتوانیم، میشد. ما میشود میگفت میشد. و شد. دیدید؟ چرا کل دنیا وایسادیم؟ اگه سوریه اینا میگفتن نه نمیشه آقا کل دنیا. اسرائیل امریکایی‌ها میگفتن یه هفته نه نهایتا 2 هفته تموم ماجرای سوریه. چی شد؟ ما جمعش کردیم. همونجوری که ما میگفتیم. 2 هفته 2 هفته چه 3 سال 4 سال. بعد بشار اسد هم با 80 خورده درصد هم رای برد. خب به این فکر کنید متزلزل شیطان میترسوندتون رو، تخفیف میکنه، خوف میندازه تو دلتون، استخفاف میگن. خب مورد بعدی که من باید بهتون بگم، یکی دیگه کاری که شیطان میکنه تصویفه. با سین. از سوفه میاد. سوفه تو عربی یعنی چی؟ آی اینجوری کتک ازش تا حالا خوردید نوش جونتون. دیدی میخوای یه کاری شروع کنه، از شنبه دیگه، از شنبه من دیگه شروع میکنم درس رو من دیگه شنبه خداییش میخونم. میخواد بره یه زبانی یاد بگیره، 4 تا کلمه یاد بگیره، بتونه یه توریستی دید توی اینترنت بره
پرزنت کنه تشیع و اسلام و امام زمانشو. نه دیگه اینجا نمیشه. حالا تابستون من شروع میکنم دیگه زبان یاد گرفت. ببین من تو سخنرانی مدیر از زمان گفتم، اونایی که گوش نکردن من گوش کنن. خیلی با من تماس گرفتن گفتن ما زندگیمون عوض شد این سخنرانی گوش کردیم. تو اونجا گفتم که ببین اگه از 5 سال پیش روزی کودن دیگه طرف باشه، روزی یک کلمه انگلیسی رو میتونه حفظ کنه. خب یعنی در حد کودکان استثنایی باشه میتونه حفظ کنه. دیگه 2 روز یک کلمه خداییش دیگه ببین چی گفتم. 5 سال 5 تا 365 ببین چند تا کلمه تا الان حفظ می‌کنه. مثل بلبل داشت انگلیسی حفظ. 5 سال دیگه هم همین حرفو میزنه. از همین سوف نه بگو همین الان شروع میکنم. موقع کلنگ زنی رو انجام میدم. دیگه از مسئولینمون یاد بگیرید. دیدی اصلا تصویف ندارن، کلنگو میزنن حالا کی میخواد. بیمارستان زدن فقط 2 بخشش را افتاده، بخش زایمانش و تزریقاتش. گربه ها و سگا میرن میزان، معتادا میرن تزریق میکنن. تصویف بازی نخوریم انشالله. مورد دیگه که خیلی سراغمون میاد، آخ درد داره. پس ببین این حس و این حمله رو، این آژیر خطر رو ببین به یاد داده بودن تو جنگ. میگفتن یه وقت دیدی بوی خربزه، بوی هندونه، بوی سیر اینا میاد در رو شیمیاییه. بوی میوه ها اینجور چیزا میاد خوشکانت نشه در رو. ماسک تو سریع بزن. منم دارم همین بوها رو میشناسونم. دیدی ترسیدی بگو گور پدر توی شیطون. بعد برای اینکه بی محابا به کار نزنی استشاره بکن، مشورت خیلی مهمه. خب بعد برو راحت برو کارتو انجام بده. شروع کن و با توکل به خدا باشه، توسل به امام زمان باشه. اصلا اون قسمتاش هم داری خرابکاری میکنی خدا برمیگردونه. اینو ما داریم، این سنت امداده برای مؤمنینه که وقتی کاری شروع میکنن جایش هم که دیگه در نظر نگرفته بودن با من الله، ضمانتش با من. به خدا اعتماد داری؟ خدا دروغگو نیست و نعوذ بالله. صدق الله. دیدی در قرآن میخونیم آخرش میگیم صدق الله، خدا راست گفت. مورد دیگه ایجاد نسیان و غفلته، کار شیطان پدر سوخته است. فانساهم ذکر الله. یادت میره، واقعا میخوای انجام بدی یا یادت میره، کار شیطونه. پیغمبرشو آچمز کرد تو قرآن داریمش. پیغمبرشو حضرت یوشع. میگه آچمز چیه؟ میگه حالا توجیه حاجی اینا اصطلاحات خاصه. آره از اون بهتره که یه بنده خدا گفت فلانی رفت حاکم منم. بعد از این یه از عزیزان یه جای یکی داشت میخون مدعی میکرد، رفت بعد ایشون اومد نشست گفت حاجی رفت حاکم منم. آره ببین این چی ایجاد نسیان میکنه. حضرت یوشع ابن نون با حضرت موسی داشتن میرفتن سراغ خضر. حضرت موسی گفت یادم بندازا. ببین چقدر با یکی از راهاشو حضرت موسی کار درست کرده. یکیشو بذار یادت بندازه، اینا یادت میره. بعد گفت یادم بنداز اگه یه اتفاق عجیبی و دیدی یا چیزو بهم بگو. اینم دید حضرت موسی استراحت واسه دید ماهی دودی پخته شده افتاد تو آب زنده شد رفت. دیگه از این واضح‌تر گفت اگه اتفاق عجیبی دیدی بدون اونجا ما به خضر رسیدیم. گفت والا گناه داره. حضرت موسی هم دوست داشت، وصی حضرت موسی است. گفتش که بذار بعداً بیدار شد بهش میگم. بیدار شد یادش رفت. بعد رفتن کلی وقتشون تلف شد و بعد حضرت موسی گشنش گفت بردار ماهی رو بر بخوریم. گفت راست ماهی افتاد تو آب رفت. گفت بابا من که گفتم یادم بنویسی. گفت یادم رفت. شیطون از یادم برد. خیلی عبارت عجیبه. شیطون از یادم برد. شیطون از یادم. آقا چیکار کنیم؟ به جای اینکه یه نفر رو بذاریم یادآوری کنیم میتونیم چیکار کنیم؟ موبایلمون رو بذاریم. راهکار این که شیطون رو بزنید زمین نوشتن کاراتون. من خودم گفتم به بچه‌های دفترم، گفتم به همم گفتم من کسی که قلم کاغذ نداشته باشه، دفترچه یادداشت نداشته، حالا الکترونیکیش حداقل داشته باشه، سریع چیزی یاد من این مدعا دارن میرن یه سبکی به ذهنشون میرسه همونجا گوشیشو هم میخونه. یه بنده خدایی بود 250 تا سبک داشته گوشیش. آره گرفتن لب مظلوم عراقی ها ازش، آمریکایی‌ها بود اینا گرفتن کلا سبکاش برید رفت. دیگه نگیم کی بود. آره آج محمد خودمون بوده. آره باید ثبتش کنی. سلام آقا. باید ثبتش کنی، بنویسید 10 بار، 2 بار بنویسید، 3 بار بنویسید. قرآن میگه بنویسید.
ننویسی خراب میشه، از دستت میره. این روش حمله شیطان. همون لحظه‌ای که میگه خب حالا مینویسم، آقا همون لحظه به خدا داری گول میخوری. همون لحظه گوله شیطان رو خوردیم، اون تا لامصب گولش درد نداره، نمیفهم. بعضی از این بچه‌ها هستن بهش میگم خب این کارو انجام بده، میگم خب چرا ننوشتی؟ میگم خب یادم میمونه. میگم تو داری ادعا میکنی که از حضرت یوشع ابن نون بالاتری. او یادش رفت، تو یادت نمیره. برعکس هم دقیقاً هم چی میشه؟ میذاره تو کاسش. قول دادی به نفر یادت میره، این کار انجام میدم یادت میره، نذر داری یادت میره، بدهی داری یادت میره. پدر پسر دیدم دست به یقه شدن با هم دیگه سر بدهیه، ننوشته بوده. روزی که من به اینا گفتم بنویسید ناراحت شده. تو لابد با بابات اگه از این حرفا داری، ما با پسرمون نداری. دیدم اینجوری خره همو گرفته بودن. گفتم یادته؟ ننوشتید. یه گوشه یادداشت کن. میدونی ابل میره 2 جا بنویس. دفترچه یادداشت قلم کاغذ همیشه همراهتون باشه، نه تو این گوشیاتون بنویسید. از خیلی چیزایی که دارید بکاپ داشته باشید. الان متاسفانه این اصطلاحات کامپیوتری باب شده بین ما رو هم گرفته دیگه. ما مبتلا به این ذخیره، آره یه چیزی کنار جدا ذخیره کردن، از رویش یک بار برداشتن کنار گذاشتن. آخه بعضی از اینا آدم نمیتونه پیدا کنه. الان ما تبلتو چی بگیم، رایانک چون کوچوله، رایانک قابل حمل دستمالیدنی مثلا بعد اسمشو بذاره. چی میشه نمیدونم. آقای فرنگستان هم اسم میذاره، چیز ورشه گذاشته، کراواتو گذاشته درازآویز زینتی. چه حساب اینا کی میخواد اینو استفاده کنه نمیدونم. آقا پیادت نره عزیزم، بنویس تو همون دستمالیدنیه، یادداشت کن، اینا بکاپ بردار. این میگفتم این بعضی از این اصطلاحات باب شده. و روزی یه جا افطاری دعوت بودیم، این مسافی‌ها رو دعوت کرده بودن. بچه‌ها رفتیم خونه عزیزی بود. بعد اونجا وایستادیم برای نماز. بعد خب اون کسی که نزدیکتر وای میسه، حالا دیگه اونم ببین چه نماز خوندن، ما پیش نمازشون بودیم. بعد اون کسی که عقب‌تر وایسه اگه بلای سر پیش نماز بیاد، او باید بیاد وایسه دیگه، نماز ادامه بده اینا. یه مهری اون وسط خالی گذاشتن بغل ما. یه بچه میگه این برای امام جماعت بکاپه. میگم بیا اسما رو نگاه تو امام جماعت بکاپ دیگه ما نشیده بودیم هر چیزی. ولی این اسما رو یاد. مورد بعدی امر کردن. اینا دیگه مال کسایی که دیگه از دست رفتن دیگه. کار به جای میرسه دیگه به این شیطون وعده نمیده. میگه ببین یه موقع است میگه میخوای بری، یا میگه برو مال عبده، برو مال کسی که آره روشش بهتون یادم. شما به اینا به رفیقت بگو سه شنبه میای بریم بیرون، میگه نه. یه کاری کن فکر کنه اختیار داره. بگو سه شنبه صبح میای بریم بیرون یا بعد از ظهر؟ یا بعد از ظهر بریم بهتر. فهمید چی شد؟ اون شیطان اول اینجوری میاد، بعد میاد میگه سه شنبه بریم بیرون، بعد میگه سه شنبه باید بریم بیرون. اصلا نمیتونی بگی نه، انگار سربازشی. آره انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. میگه به این مرحله میرسه. یه جایی هست خود تشخیص میده میزان آسیب پذیری. میگه آقا 50% قوای نظامی از بین رفته. از کجا میفهمی؟ از اونجایی که میبینی دیگه شیطان وعده نمیده، تزیین نمیکنه، همون چیزه میگه برو انجام بده. و تو ای خدا نه، توی شما عزیزان نمیگم، توی نوعی رو دارم، یعنی توی انسان میبینی کله رو میندازی و صاف میری. خیلی خطرناک. استفزاز، این 169 بقره میتونید آیه‌شو برید بخونید دیگه وقتش نیست. استفزاز و اجلاب. استفزاز یعنی بلند کردن و به سرعت به کاری واداشتن. دیگه خیلی پرشه، پاشو میگه پاشو برو کار انجام بده. حالا 20 ثانیه وایس بعد میره آب میاری مثلا، برو بیا. یا با لغت میزنه پاشو فلان شده برو آورده بیار اینا. یه پروتر میشه شیطونا. میبینید؟ یعنی قشنگ میفهمیم آقا 70% قوای نظامی در بین رفته. این همینجوری اومد. و اجلابم از راندن و صیحه زدن با قهر اومده. یک اینوری خودمونی ترش هم بگیم، از جلب بیاد. ببین یه جا شما میبینید که برای چیزی که خوب بتونید جابجاش کنید، یکی هول میده، اون یکی چیکار میکنه؟ بگید میکشه. یکی از روش‌های شیطان. یعنی ببین از یه ور میکشه، چجوری؟ با وعده‌های کشنده و مکنده. خب میگه بیا اینجا. از اون طرف سمت خیر رو میبنده، هول میده، هولم میده. همزمان میخوای یه کار بدی بکنی، میره رو مخ یه بابایی، همون موقع او به تو زنگ میزنه، تحریکت هم میکنه. استفزاز و اجلاب. میبینی اصلا شرایط داره جور میشه برای اینکه گناه صورت بگیره. خود گناه کشش داره، یه نفرم میاد فورس میشه، هی وسوسه میکنه، هی زور میذاره، میگه برو جلو برو جلو، بازی نخوری. مورد بعدی حمز، مبتلا بهیم. خیلی حمز دیگه اینجا بعدش که بیادبی شد.
خدا یه خورده فاز عوض. همز دیگه از اینجا دیگه به بعد دیگه واسه آدم نی، مال جک و جونوره دیگه. خدا میگه دیگه آدم بگید نیست. همز اصلا مهمیز میاد پشت پاشنه پاشون میبندن این سوارکارا، یارو تا سوار میشه، سوار یه مرکبی میشن اینجوری میزنن به زیر شکم اون اسبه و قاطر و اون استر و مرکبی که سوارن، یه شوکی بهش وارد میشه. خب ما آیه داریم میگه ویل لکل همزه، وای به اون کسایی که شوک وارد میکنن به مردم. یعنی یه تیکه میندازه یارو موهاش سیخ میشه، میگه ای کاش میزد تو گوشم این حرفو بهم نمیزد، تا آخر عمرش هم یادش نمیره. و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. یه خدای پناه میبرم از اون شوکایی که ابلیس بدون. دیدی یهویی نشستی دو هم صحبت میکنن، همز بیشتر تو حوزه لسانیه. دو نفر تصادف میکنن با هم، این بیدا میاد پایین یه فوشی به اون میده، اونم یه فوشی به اون میده، قفل فرمونو ور میدارن میزم دیگه ناکار. نشسته پاشو کانال عوض کن، خود برو عوض کن، تو نزدیکتری به کنترل برو عوض کن. نه میره سمت میره عقب‌تر که به کنترل نزدیکتر نباشه، تو حالا نزدیکتری. بهت میگم فلان فلان شده برو جلو، نه نمیرم، اون حواله اون میده، اون حواله میده. همز آدم میشناسم سر همچین مسئله مادرشو کشته، الان مشاعرش از دست تا دست فشار عصبی. این برادر خواهرش چون پدرش هم فوت شده بود، برادر خواهرش رضایت دادن زندان نیست الان. خب اومده بیرون، ماجرا 2-3 سال پیش اومده بیرون، اما واقعا مشاعرش از دست داده، انقدر فشار عصبی. یه لحظه عربده کشید و مادر یه چیزی گفت و رفت و جلو و هل داد و تمام شد. بسیاری از این چیزا سر همین همز شیطونه. ببین خبر داره این پدر سوخته، نگاه کن، چون دل ما رو میخونه، دل اونا رو اونم میخونه. ببین تو به یه سری حرفا از خیلی حساسی. متوجه چی میگه؟ وقتی دعواش میشه با یه نفر، دعوات میشه، شیطون میره رو مخ اون، بهش ایده میده، میگه اگه میخوای بهش تیکه بندازی رو این حوزه تیکه بنداز. دقیقاً همون حرفی رو میزنه که تو چیه نقطه میگه و تمام. بعد وای میسته قهقهه مستانه میزنه. یه عجب اینا رو انداختن به جون هم. اینقدر گفتم آقا من رو این مسئله حساسم، این حرفو این بابا میزنه. خیلی شنیدی تو دعوا من به این مسئله حساسم، با بدون بازی خورده دیگه. مورد بعدی از اینم بدتر میشه نزغ دیگه بازش نکنیم دیگه، حوزه حرفی نی دیگه، عملیه. یه چوبی برمیدارن باشه حیوانی میرونن، یه راهکاری داره، روشی داره دیگه، بالاخره با این چوب حیوان روندن. آره به این میگن نزغ تو عربی. ببین خدا میگه آخ به مرحله میرسید دیگه شیطان چیکار میکنه؟ نزغ میکنه دیگه، مرکبشی باید بری براش. حضرت یوسف یه تیکه به داداشش انداخته در حد لالیگا، میگه شیطان نزغ کرد بین این داداشا و برادر، بین من و این داداشام، یعنی اونا رو نزغ کرد. کارشون دیگه حوزه فوش و حرف نیست، چیکار کردن؟ فیزیکی انداختنش تو چاه. یعنی از حوزه حرف میکشه بیرون، اول همز بعدش نزغ میاد جلو، میزنه طرفو ناکار میکنه. بازی نخوری، یاد بگی دستت هرزه نباشه. دست هرزه اون دستی که همینجوری بی خود پرتاب میشه. جلو خودتو بگیر. ضربه خورده همون موقع سری شهادتین بخون، چون از مسیر صراط مستقیم کلا اومدی بیرون. هر یه گناهی که میکنیم، چون تو صراط مستقیم گناه بگید مثلا نیست، هر گناهی ما میکنه کلا از صراط مستقیم میایم بیرون. سری شهادتین بخونید بیاید دوباره تو صراط مستقیم. اون لحظه بمیری خیلی اوضاع بدی داره. سری شهادتین بخون توبه کنید. کار بعدی استحواذ. راهکار نزغم بگم، میگه فاستعذ بالله. سری اعوذ بالله بگو، سری پناه ببر به خدا. سری پناه ببر به خدا. پناهندگی سیاسی گفتم چی، خودتو بنوز بغل خدا. مورد بعدی دیگه خیلی بده، استحواذ. هی جیمی دالزال با خرکشتی گرفتن و عرب میگه استحواذ. دیدی گردن الاغو میگیرن و میچرخونه اینجا میزننش زمین. یه سی بلوتوسی من دیدم یکی بود الاغی رو چنان باش کشتی گرفت زدش زمین. تا ایران خودمون بودا. بهم میگن استحواذ. میگه الاغی میشی براش که سواریشو گرفته، همزشو کرده، نزغش هم کرده، بعد حالا سواریش هم گرفته، استحواذ هم میکنه. یه خره کشتی هم بگیریم.
خیلی این عبارتای حالا خداوکیلی ببینید همه رو نوشته شیطان فریفت. میگم قرآن به تفسیر بخونید، ترجمه ها کافی نیست. این به خاطر ویژگی‌های زبان عربی، کاملترین زبان دنیاست. اذلال مورد دیگه شه. 2 تا دیگه مونده سریع بگیم. اذلال یعنی نه با اذلال در واقع آره از گمراهی میاد، از زال. دیگه اینا که انجام بشه کلا دیگه تو صراط مستقیم بگید نیستی، اومدی بیرون، کلا دیگه اصلا ارتشت کلا فتح شده، داری به نفع شیطان میجنگی. حتی کلا نه که به سمت شلیک نمی‌کنی، داری یاران خدا رو هم میزنی به نفع شیطان. دیگه اسمش شده مورد بعدی خطوات شیاطین. دیگه بله همین احسن. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو. قدم به قدم پا گذاشتیم جا پای شیطان. اول شدیم رفیقش، نه شیاطین لیهون الی اولیاء، این بعد اومدیم اصلا دیگه کار خراب شد، اصلا شدیم یک اولئک کالانعام بل هم اضل، بدتر از اون اومدیم پایین. دیگه این مرحله‌ایه که دیگه میشه از اومدی گام به گام شیطان صراط مستقیم پیدا کرد، اضلال زال شدی ولا الضالین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اومدی این طرف میاد. یکم این لا یادم رفت بگم بعد از استحواذ استحوا به این حمله عقاب از بالا به موش که موشه نمیدونه که خورده شد، اصلا نمیفهمه کی بود منو خورد، اینقدر حمله سریع پخ کلهش میزنم کی بود کجا من الان تو چینه دونه عقاب است تو شکم عقاب است من کجام الان. بی همینجوری میگه دیگه تمومی، خرمال شدی، گرفتت تمومی دیگه. اینجا جایی که دیگه واقعا سخته برگشت، واقعا سخته برگشت. حضرت امیر فرمود آره چیکار میکنه؟ میاد تو دلتون تخم میذاره، بعد رو این تخما میخوابه، جوجهشون میکنه، آره به قدقد و قوقلی قوق گفتن هم میفتن، بعد قلبت فریادهای شیطانی میزنه، خدا نگیره اون روزا. بعد میخوای برگردونی، یک راهکار دیگه هم داره تا میخوای برگردی. چی؟ ناامیدی از رحمت خدا. این استادانه میدونی دیگه اصلا این گناه کبیره است، گناه که نابود. میگه بدبخت این همه گناه کردی ول کن دیگه، تو در دست رفتی دیگه، نمیشه. اینطور نیست. 100 بار اگر توبه شکستی بازا. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، برگرد. ببین یه چیزی بهت بگم، عشق کنی، کیف کنی. ما هیچی تو این دنیا نداریم که اگه از دست بدیم، خب اگه به دست بریم مطمئن باشیم که اینو به خدا میرسونیم. چند جا گفتم تو سخنرانی آقا نمازهای خوبی خوندم، ممکنه بزنی فاتحه‌شو بگی، صدقه زیاد دادم، گفتم روش باطل کردنش خوب بلده، اعمال دست راستی رو خراب بکنه، بزنی فاتحه‌شو بخون. هیچیو نمیتونی قسم حضرت عباس بخونی که میتونی کامل دست خدا برسی، چون خدا میگه این حسناتو باید به من برام بیارید، نه که بفرستید. که میگه من جاء، یعنی هر کسی بیاد با اون چیزش. ببین شما بارو گفتم مثلا از چین طرف میره بار میخره، تو بندر چین بخره یه قیمتی داره، بیاد بندر عباس یه قیمتی داره، بیاره تهران چیه یه قیمتی، قیمتش چی میشه؟ بیشتر میشه. یه چیزی از حاضرم قسم حضرت عباس بخورم با خودمون میبریم. اما من اول اشتباه میکنم، من رفتم نگاه کردم دقیقاً حدسم درسته. روایت دیدم عجب روایت هم داره. قرآن نمیگه من جاء بالحسنات، میگه من جاء بالحسنه. اصلا حسنات فقط یه چیزیه میتونید با خودتون قطعاً ببرید، مطمئنم که میبرم. اونم چیه؟ حدسم اون بود. گفتم اما چون حدس گمان خودمه نمیتونم بگم. رفتم تفسیر برهان ببینم روایت داریم، نگاه کردم بله نوشته اون حب ما اهل بیت. گناه کردم، خدا به حضرت عباس قسم من محب عباس بودم. من در این که محب امام حسینم هیچ شکی، دوستش دارم دیگه، حالا گناه هم کردم، دوستم نداشتم گناه کنم. اسمتم چیه خدا؟ غفور. غفور یعنی چی آقا؟ بخشم. پس یه کسی باید یه خطایی کنه که ببخشه دیگه. یا غفار از ذنوب، مولا یا مولای انت الغفار و انا المذنب و هل یرحم المذنب الا الغفار. ها کی؟ اگه تو او غفاری تو نشون ندی، اینجاست شیطان ناامیدت میکنه بازی نخوری. میگه الهی و ربی و مولای انت قلت فی کتابک و قولک حق. خدایا ای سید من، ای بزرگ من، ای مولای من، تو کتابت گفتی و اون حرفت حقه. من جاء بالحسنه، هر کی بیاد با حسنش.
ولیس لی حسنه ولیس لی حسنات، من نه حسنه ای دارم نه حسناتی، الا بکاء لقتیل الابرات، جز اشک بر حسین. مولای یا مولای، عشق کن. یا رب الجن والانس لیس لی شیء، یا رب الجن والناس لیس لی شیء الا حب مولای العباس. من اینو دارم، اینو مطمئنم، اینو با خودم میبرم. این اون روزنه نوریه که اگر سیاه سیاه هم شدی بر میگردی. نترس شیطون یه وقت ناامیدت نکنه، بر میگردی. اون بذریه که از اول تو گل تو هست. شیعیان ما رو از اضافه گل ما آفریدن. اون شبنم عشقی که به این خاک خورده گل شده، آلوده میشه، روش لعاب میگیره، اما این گل میکشه میبره. اصلا اهل بیت میکشن میبرن آدمو. مثل یه بذری که میبینی 20 سال توی بیابونی آب نخورده، بعد 20 سال بارون تا میاد، دیدی بارون تو این بیابونا یهویی سرسبز میشه، میگه بابا این همه اینجا گیاه بوده. اون آبه باید بخوره. من اون آبم بهت میگم چه؟ اشک بر ابا عبدالله، اشک بر ابا عبدالله زنده میکنه گل خلقتو. کشش داره، نام اهل بیت کشش داره، نور الهی کشش داره. بابا سگ اصحاب کهف حیوان بود، نور الهی اینو میکشید میبرد. خدایا ما محبت اهل بیت رو داریم. ببین وقتی ابا عبدالله هل من ناصر ینصرونی سر میده، او بچه 6 ماهه توی گهوارم. بعضی با خودشون میگن آخه مگه بچه 6 ماهه میفهمه که تکون با؟ میگم آره بابا نامرد، مثلا نمیشه اینجا مثال زد، اما میگم برید داستان اصحاب کهف رو بخونید. 6 ماهه ابا عبدالله تکون خورد، پرت کرد خوش از گهواره بیرون. میکشه اون خواستن امام. اون خواست تو دلمون هست، تو وجودمون هست، در این هیچ شکی نداریم. به این فکر بکنید. هر لحظه دیدی گناه کردی شهادتین بگو، برگرد بگو خدای به علی اصغر امام حسین منو ببخش. چون حضرت علی اصغر داستانش فرق میکنه. بارها گفتم حضرت علی اصغر این قضیه ها رو نگاه میکنی، همه ماجرا یه طرفی، بچه‌هایی رو که زدن نگاه میکنی، خیلی فرق داره. خداش خیلی فرق داره. میبینی بچه نوزاد آوردن آدم، حالا روزه ایم آدم میفهمه یعنی چی. حالا که روزه ایم درک میکنه یعنی چی. روزا بلنده، 1 ساعت مونده، اون روزاییم که زیاد رفتی بیرون چرخیدی، آفتاب خوردی. الله اکبر. تشنگی اونی که آب بهت نرسه، آتش یه چیز دیگه است. کسی که تصادف میکنن سلول بدنشون آب میخواد، خون از بدنشون میره، یعنی حتی اینا رو دستشون رو توی آب میکنی آرامش پیدا میکنن. دستشون رو تو آب میکنی آرامش پیدا. ببین دیدی آب نبادن بهشون داد، دستمال خیس میکنن میزنن به چی؟ به لباشون. آیا این آب خورده؟ نه، اما آرامش پیدا میکنه. یعنی وجود سلول بدن آب میخواد. حضرت ابا عبدالله او خونی که از پیکر مبارک رفت، این لامصب شمشیرام سنگین بود آخه. اینو مثلا تو فکر کن 20 کیلو آهن رو دستت بگیری، هی بچرخونی 5 ساعت 6 ساعت این آهن رو بچرخونی، به خدا نمیتونی. حضرت علی اکبر وقتی برگشت چی گفت؟ بار اول رفت برگشت گفت آتشو قد قتلنی. بعد دومین چیزی که در موردش نالید همین سنگینی سلاح بود. گفت این سیفم خیلی سنگینه بابا، از دوش افتادم، از کت و کول افتادم، آتش، سنگینی سلاح، بعد آفتاب گرم، این خورده خونم رفته، آبم نخورده. ببین وقتی گفتم خون میره یه آبی لااقل به این لبا بزنن. به حضرت علی اکبر خواست اون خشکی رو، زبان از دهان مبارک در دید مثل چوب خشک بود. بابا این بچه لباش خشک بود. علی اصغر نمیتونست برسه، یه آبر رو نتونست بعد آقا عبدالله نقل شده، الله اکبر، حضرت میفرماد که نگاه کن دود میدید دیگه آسمان، چنان این چشا سیاهی میرفت، اصلا سیاه میدید آسمونو. بعد تو اون هیروبین این شمشیر خون از بدن رفته، بعد این حرومزادا میگفتن حمله کنید به خیمه. وقتی علی اصغر رو به میدان میاره میگه بابا این بچه ببین نگاه کن، تلذی اون ماهی که بیرون افتاده، ماهی هر موقع دید از دیگه دهانشو بازو بسته میکنه دیگه، تو آبم برگردونی بازم میمیره، میاد این چپه میشه میره. میگه وقتی طفل من به تلذی افتاده یعنی چه آب بدید چه آب ندیدی میمیره. بیاد لااقل بگید انقدر کثیف و خبیث و نجس نبودید تو تاریخ، لااقل بگید این کارو کردن.
حجت تمام کرد حضرت علی اصغر. امروز هم این صهیونیستا دارن حجت تمام میکنن جلوی چشمای این حرام لقمه هایی که دارن میبینن از این افراطی ها، چه شیعه باشن چه سنی. من دیدم طرف میاد میگه آقا این فلسطینیان ناصبی ان نریم. الله اکبر. او بچه کوچیکو نمیبینی تو؟ خیلی آدم باید بی شرف باشه، خدا شاهده. و تو یزیدی چون دشمنته میگی همین اصلا گیریم ناصبی هم باشن که نیستن. من به شما میگم این توطئه‌ای بود که خود همین صهیونیستا کردن، عکس فتوشاپ میکردن با پرچم داعش میوردن پخش میکردن، برای همین بود. گیریم که اصلا دشمنته. مگه ابو عبدالله دشمن اونا نبود؟ انتظار داشت آب بدن یا نه؟ بشریت انتظار داشت آب بدن یا نه؟ داشت. گفت دین ندارید آزاد مرد باشید. تو چه فرقی داری وقتی اینجوری بچه کوچیکو دارن به خاک و خون میکشن؟ حالا میفهمیم روزه علی اصغر واقعی بوده، ما میفهمیم، اینو داریم درک میکنیم. هیچ تشنگی بد دردی. حالا فردا ماه رمضانی، فردا یه خورده میری روز قدس بیرون، یه خورده بیشتر تشنت میشه تو آفتاب. دم افطار میدونم اذیت میشی، اون موقع من ازت خواهش میکنم فقط روزه علی اصغر بیاد جلو چشم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. 3 تا صلوات نبی بفرمایید.